سلام عرض میکنم خدمت همراهان محترم شرکت ساختمانی کیا از پروژه کیا 7 بولوار گمنام شرقی. در خدمت شما عزیزان هستیم با بررسی روند اجرایی پروژه. همونطور که تو ویدیوهای قبل خدمتتون توضیح داده شد، لوله کشی آب و فاضلاب و همینطور گاز آتش نشانی طبقات کیا 7 آماده شده و الان در حال حاضر در حال اجرای قوطی کلیدها و لوله کشی برق داخل واحدها هستیم. همونطور که ملاحظه میکنید کاملا قوطی ها همباد گچ تمام شده اجرا شده و در قسمت تحتانی هم از زانوهای خم 130 درجه استفاده شده تا موقع سیم کشی مشکل خاصی پیش نیاد. استفاده از لوله های نسوز استاندارد مورد تایید ناظرین برق عزیز. جانمایی محل قرارگیری تلویزیون داخل واحد، جایی که نشیمن واحد کاملا اشراف داشته باشه به تلویزیون و مشکل خاصی به وجود نیاد. اگر دوست داری که نکات بیشتری راجع به ساخت و اصولی بدونی حتما با ما همراه باش.